یادتون رفته چی بود؟ اذیت میکردن پیامبر. یعنی پیامبر از خونه که میخواست بیاد بیرون برسه تا سر کوچه هفخان رستم باید رد میشه. یه نفر، یک پیرمرد یهودی بود، خاکستر میره رو سر ایشون، میومد وای میستاد کنار پنجره که کی میخواد بیاد رد شه. ایشون هم آدم تمیز نظیف، تو اون هوای گرم پیرهن سفید تنش میکرد، تا داشت رد میشد خاکستر الان با وجود این شوینده های جدید به لباس ما میفته پاک شدنی نیست. ببینید چیکار میکنن با پیامبر. مرحله دوم که ایشون میگذشتن، یک فرد دیگری بود محتویات شکمبه گوسفند رو میره رو سر. بعد مرحله سوم، چون یه کفشایی داشتن از مثل نعلین، یعنی کنارش باز بود، چند تا نخ بود در واقع اینجوری من میچسبون. بعد خارهایی رو میآوردن میریختن که نمیشد رد بشی، خار از بغل میرفت به پا میخورد. مرحله بعدی بچهای کوچیکو که همین مادر معاویه امیر هند این کار انجام میداد، میآوردن به اینا هدیه میدادن، پولی میدادن، یه جایزه به قول ما میگیم شکلاتی میدادن، حالا اون چی بوده میدادن به اینا، اینا میدادن، میگفتن گلا رو برمی‌داشتن توش خار کار میذاشتن، با چیزی که پارچه پرت میکنن سمت پیامبر که بدن مبارکشون بود. ایشون اینا رو برمی‌داشت صداشون میکرد، میگفت دوباره نرید بسازید، دستتون زخمی میشه، همینا رو بگیرید دوباره بزنید. چه عجیبت سنگ میزدن. مثلا اون صحابه دور ایشون رو میگرفتن که سنگ به پیامبر نخوره. بعد با سنگ، یعنی واقعا هر روز 13 سال داستان دین باشه، میبری خدا شد، مطلقا کوتاه نیومد. در امر تبلیغ امیر مومنان میفرماد اصلا عجیب غریب بود پیامبر، طبیب دوار بود، مثل یه دکتری نبود تو مکتبش بشینه تو بری سراغش. از این دکترایی بود که من در خونتو میزد، میگفت آقا پولم نمیخوام، میخوای مداوات کنم. پیامبر فهمید که مشرکان مکه رفتن برای آب و هوایی که مثلا یه ییلاق اشلاقی بکنن برای این سر ما میریم شمال، رفتن طائف. با خبر شد اونجا یه نفره بلند شد رفت که اونجا دندان مبارک رو شکوندن. بعد سیره ایشون رو میبینید اصلا عجیب غریب. یک فردی بود در بین اعراب به اسم صفوان دب العرب، خرس عرب، خیلی گنده بود و پت و پهن بود، اندازه 20 نفرم غذا می‌خورد. بعد این خیلی مسلمان‌ها رو اذیت می‌کرد. تازه مسلمان زورش هم زیاد می‌گرفت و می‌خوردن اینا رو می‌زد. یه روز مسلمان‌ها نقشه کشیدن اینو گیر انداختن. 20 نفره تلمله براش گذاشتن، گرفتنش بستنش، گفتن همین یه نفر ما رو نزنه ها، کلی ما جلویی. آوردنش بسته بودنش و پیامبر خبر دادن. وقتی نهار بود پیامبر فرمود که حالا برای این غذا بردید. غذا مرگ بخوره، این لامصب این سیرمونی داره، این 10 تا غذا 10 تا پیامبر فرمود من لب به غذا نمیذارم. غذا خودشونو گرفتن، گفتن یه غذا به او بدید. گفتن با یه غذای ما سیر نمیشه، خیلی غذا میخوره. من فرمود از غذای منم بهش بدید. بردن گذاشتن جلوشون تا مردشور ببردت. تو چی کار میکنی با پیغمبر و مسلمان ها؟ ببین او کیه. بعد گفت میخوام ببینم پیغمبر رو. اومد پیشش گفت چیکار داری؟ گفت آقا من میخوام اسلام بگیرم. رفتار پیغمبر عامل اسلامی چیزی که ماها نداریم. ما تو حوزه حرف و اینجور چیزا باشه پیغمبر اینو گفت، پیغمبر این کارو کرد، خودمون چی؟ هیچ. بعد انتظار داریم ملت مسلمان بشن، نخواستیم مسلمان بشن، جوونه خودمون نفس بشن. نمونهشو من براشون. بعد این مسلمان شد، تبدیل شد یکی از قهرمان‌های اسلامی تو جنگ‌ها، یکی از وحشی‌ترین آدم‌ها رو با اخلاق خوب برگردون. اخلاق یعنی پیامبر بر بچه کوچیک احترام قائل بود. میگن با هیچ بچه غیر همتراز صحبت نکرد پیامبر. همتراز یعنی چی؟ یعنی یا مینشست هم قد بچه میشد، یا بچه رو بلند می‌کرد میذاشت تو تاقچه روی پله منبر هم قدش میشد صحبت می‌کرد. یک روز پیامبر داشت نماز میخوند، اینقدر سریع نماز خوند که مسلمان‌ها بلافاصله بعد نماز شمشیرا رو برداشتن. گفتن حتما این وسط نماز خبر بشه دیگه دارن به ما حمله میکنن. گفتن یا رسول الله کجا رو بزنیم کیو بگیریم؟ فرمود هیچی. نشنیدی صدا گریه بچه رو؟ پیامبر پیش نمازه، مادر بچه‌ش پشت زمین داره نماز میخونه، بچه گریه داره میکنه. اینقدر سریع خون که میگن چنان نمازی از پیامبر ما ندیده بودیم تا اون موقع که این مادر زودتر بچه‌شو برداشت. بچه‌های مدینه
همه‌شون یکی از القابی که برای پیامبر استفاده می‌کردن که فلانی رفیق منه. راستم میگفتن، با همه‌شون رفیق، با بچه کوچیک. وقتی پیامبر از مدینه بیرون میرفت به هر دلیلی، جنگی بود، غزوه‌ای بود، چیزی بود، حالا موقع برگشتن این بچه‌ها میادن کشیک میدادن که از همین منطقه ثنیات الوداع، اونجایی که اون بلندی که دیده میشد یه نفر وارد مدینه میشه یا موقع رفتن هم دیده میشد، این ثنیات الوداع یعنی وداع دوم. یه بار تو شهر وداع میکردن، یه بار بالا اون کوه، از دور دستی تکون میدادن. یکی از هم وارد مدینه میشد از همونجا میومد. پیامبر که وارد مدینه شد اینو شعر خوندن، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یعنی از همون منطقه ثنیات الوداع ماه کامل بر ما طلوع کرد. میدیدم پیامبر داره میاد، میدویدن به سمتش. پیامبر خم میشد، یه بچه میشه رو کولش، با دو تا دستش با دو تا بچه دیگه رو بغل میکرد. بعد نگاه کنید چی اون بچه میگفتش، به بچه استغفرالله آدم نمیتونه بگه اما باید گفته بشه، میگفت مرکب خودتو برون پسرم. اون بچه میگم من مرکب تو شدم. میگفت افسار نداری، میگفت موهامو بگیر. دو دسته میکرد موهاشو میداد دست این بچه کوچیک. نه امام حسن و امام حسین که بگی نواهاش بودن، نه، همین اسامه ابن زید میگه منو میشون روی پاش، حسینو میشون رو اون پاش، هر چی که به حسین میداد به منم میداد. چه غریبه. بعد اونا برمیگشتن میگفتن تو چه جور مرکبی هستی که صدا در نمیاری؟ پیامبر میگفت صدا شطور براتون در بیارم؟ میگفت آره. و لفظ العف، خطاب به خدا، لفظ العف رو یک جوری استفاده میکرد که مثلا بگه تو این مرکب توه، یعنی بازم حرف لغو نمیزده ها، تو همون حالت هم داشته با خدای خودش راز و نیاز میکرد و ذکر میگفت. بالای منبر بود. امام حسن به تناخونه که راش بازو داد داخل مسجد، صد الابواب، همه درها بسته شد جز یک در خونه امیرالمومنین عزیزا. همین یه نشون است. برای چی؟ چرا اینا فرق دارن؟ بپذیرید، حسودی نکنید. بعد امام حسن یا امام حسین بود، داشت میومد تو مسجد، پاش خورد زمین. پیامبر فکر کنید مثلا من دارم سخنرانی میکنم، یه بچه اینجا من این کارو میکنم، چی منو پیغمبر خورده؟ ول کرد منبر رو، پرید، پیامبر پای خودش رو رسون، بچه رو بغل کرد، چیزی نشده عزیزم فلان. بعد خودش فهمید من نفهمیدم چطور پله های منبر اومدم پایین. این رسم این پیامبر بوده. اصلا عجیب غریبه. بچه کوچیک، آدم بزرگا جا خود، بچه که تو میگی اصلا حالی بچه هست نمیفهمه. چقدر اینو شنیدید شما؟ بچه کوچیک رو می آوردن اسمگذاری کنه، پیامبر بغل میکرد اذان اقامه‌شو بگه ها، بغل که میکرد، بچه متوجه نیست، ادرار میکرد رو سینه پیامبر. مادر بچه جیغ میزد، پیامبر گفت ساکت، بذار کارش رو سینه من تمام کنه. این لکه ادرار از پیکر من و از لباس من پاک میشه، اما از ذهن این بچه این صیحه توی زن پاک نمیشه. این بود که عاشق خودشون کرد. همین شیخ ابراهیم زاکزاکی که در نیجریه این بلا رو سرش آوردن، ایشون 37 سال پیش تازه شیعه شد خودش. شاید بتوان گفت اولین شیعه نیجریه بود. چجوری شیعه شد؟ تو نیجریه نشسته بود، اخبار ایران رو دید که آقای اومده انقلاب کرده، رهبر دینی شاه انداخته بیرون. شاه هم اون موقع اسم و رسمی داشت بر خودش دنیا. ژاندارم آمریکا تو منطقه بود، F-14 که آمریکا خودش داشت به اینم میداد. بعد براش جالب شد ببینی اینا چیان، اینا چه مذهبی ان، اینا چه دینی ان. بلند شدن چند نفر از من و شما حاضرین برای پیدا کردن حقیقت از یک کشور بریم به کشور خدا وکیل. چند نفر رو مثل سلمانی که تو اصفهان، تو جی بود، تو اصفهان با خبر شد پیامبری، صداش خبرش اومد که در پیامبری در حجاز ظهور کرده. حجاز یعنی جایی که هیچ کدام از تمدن‌های اون موقع حاضر نبودن بگیرنش، تصرفش نمی‌کردن. خیلی جالب. یعنی ایران رفته اونور عربستان، مصر رو گرفته در زمان هخامنشیان، حجاز رو نگرفته. گفتم ما دیوانه ایم اسبمون رو بندازیم تو ریگزارا. این بیابونا به چه درد اون؟ می‌خوایم کویرا رو می‌خوایم چیکار؟ نه مصر حجاز رو گرفت، نه روم گرفت، نه ایران. جای سرسبز و خوبش مثل یمن اینا رو چرا؟ سرش دعوا بود اما نمی گرفتن. سلمان شنید اینی که من شما بگن تو یکی از بدترین نقاط دنیا یک انسانی که حقیقت با اوست امروز مثلا ظهور کرد. بعد خودتو با اون مشقت، نه با بلیط هواپیما، نه با ماشین، نه با موتور، نه با
خودتو برسونی بعد چند سالت بشه پیرمردی بشی. حضرت سلمان سنش خیلی بیشتر از پیامبر بود. بعضی موقع امیرالمومنین با شوخی میگم گفت یا علی انقدر با من شوخی نکن، ما مثلا از شما بیشتر. چون امیرالمومنین به شوخ طبعی معروف بود. ما نیست به کی رفت با یه من اصلا نمیشه ما. خلیفه دوم خطاب به ابن عباس میگه، به خطاب حضرت علی هم میگه که میاد تو منابع اهل سنته. برمیگرده میگه یا علی که دلایلی که مستقیم بعد از خودم نمیذارم تو خلیفه بشی میسپرم به شورا اینی که تو خیلی شوخی میکنی. یعنی من شما نمیدونم چون به امیرالمومنین رفته، والله طرف دو کلاس سواد دانشگاهی میخونه، یه 2 کلاس درسی یه جایی میخونه، فکر میکنه کی هست. ما روایت داریم اگر اینا از آقا رسول الله، اگر شما می ایستید یکی اول به شما سلام بکنه منافقید. بچه‌های کوچک نتونستن به پیغمبر زودتر از او سلام کنن، میرفتن کشیک میدادن بالا پشت بوم، محمد اومد میدویدن قایم این پشت دیوار، میگفت سلام بر شما 2 نفری که پشت دیوار قایم شدید. نمیتونستن سلام کنن بهشون. بعد ما مثلا یه استاد دانشگاه الان به این دانشجو من سلام کنم پررو میشه. نه نمیگین به بچه‌م الان من سلام کنم چی میشه؟ حالا اون ندیده، من زودتر متوجه شدم اون رو پررو میشه. به این همکارم این پررو میشه. پناه بر خدا، پناه بر خدا از این برچسب‌هایی که به نام اسلام به خودمون میزنیم اما مسلمانی نداریم، آبروی پیغمبرم داریم میبریم.